أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. با عرض سلام و نهایت احترام و ادب، در جلسه گذشته به مطالب مهم و در خور توجهی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که انسان برای اینکه از خدای خود حاجتی داشته باشد و بخواهد که وی از این عبد نیازمندش حاجتی را برآورده کند و دفع ضرر و یا جلب منفعتی داشته باشد، این انسان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بمرگی من مگو وحدی جوانی یقین دارم شهادت زندگانی شهید زنده و جاوید باشن حیاتی خوش حیاتی آن جهانی. اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی، کسی کے پاس نیزا تھا تو ڈھال نہیں تھی، اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی، لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا. اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے. الله مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه هم زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا ندانی از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد،
یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. پا بگوید رفته‌ام راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. پا بگوید رفته‌ام راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتش گام زن مثل خلیل. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همون حرفی را که شیخ الاسلام ابن تیمیه، این شیرمرد بزرگ قرن هفتم که دنیای اسلام بعد از او مثلش را به خود ندیده است، 7 قرن پیش گفته بود که این رافضة قوم ملعونون، رافضی پیشگان لیس لهم دنیا منصورا ولا دین مقبول. اینها قومی هستند که قومی ملعون نفی شده، اکذب الناس فی المنقولات لیس لهم دنیا منصورا. دنیایی که به دست میارن، قدرتی که به دست میارن موفق نخواهد شد. و اجهل الناس بالمعقول ولا دین مقبول. نه دنیای منصوری دارن، نه دنیای پیروزی دارن، نه دین مقبولی دارن. دینشون نگاه عجب رسمیه رسم زمونه، قصه باد و برگ خزونه. میرن آدما، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه. میرن آدما، از اونا فقط خاطره هاش
مجدد دوران مولانا عبدالعزیز آن گوهر ایمان ای پیر فرزانه نور این خانه به شمع تو روشن مکی چو گلشن الهی ما مردیم ز داغ دامنی مجاهد نستو طبیب روحانی رنگها بشد زد دستو به شیرمرد سوختیم خدایا از ناله بودن دو کفتر خونین دو گوهر زرین ضیایی و صیاد ارواحشان بادشاه ز خون تو صیاد بندر شد آباد تو ای ضیایی چشم و چراغی مایی نو رفته از چشمان آن قطب کردستان آن لاله و ریحان ملا احمدیان در سوگ تو گرید ماه و هم خورشید به یاد ناله دل بی قراره میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش مطلق بر خداوند متعال
تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها روزی دهنده و تنها روزی گیرنده، تنها زنده کننده و تنها میراننده، تنها مریض کننده و تنها شفا دهنده. کارها همه و همه در دست توانای اوست و بس. همه کس در همه چیز به او نیازمندند و او به هیچ احدی نیازی ندارد، چون ذاتاً صمد و بی نیاز است. و برای چنین دعوت روشن و واضحی، برای چنین توحید و یکتاپرستی پیغمبران فرستاده که درود خداوند بر اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان و امامشان. درود خداوند بر او باد که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی خداشناسی و توحید را به ما آموخت. و درود خداوند بر عطرت طاهره‌اش، بر همسران پاک دامنش، مادران مؤمنان، نه مادران بی تربیتان و سبابان و شتامان و قالیان و امام تراشان. درود بر اصحاب محمد باد که بهترین اصحاب بر بهترین پیغمبر بودند. به پیامش چنگ زدن، به کتابش عمل کردند، احکام دینش را مو به مو اجرا کردند و چنان در این راه جانفشانی کردند، مال و جان خود را فدا کردند که خداوند جل جلاله و منواله از عرش اعلای خود آیه نازل نمود که من از اونها راضی شده‌ام، اونها هم از من راضی شده‌اند. وعده جاودانه بهشت بهشون داده‌ام و به مؤمنان از اهل بیت و غیر اهل بیت دستور پیروی نیک از اونها را داد، نیکویی از اونها پیروی کنند بعد از پیامبر. و خود که آنها بگرداند از غلو و افراط و تندروی در هر زمینه‌ای دور و مبرا نگه دارد. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقات مشرف خدمتتون هستم، اون برای اصلاح قلوب و افکار و برات من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که برگرد زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی‌هایش، از نورش، از هدایتش، از خورشید معنویتش برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و دنیا و آخرت خود سود ببریم. و با تشکر از اینکه ما را مشرف به مهمان بودن در خانه هایتون نموده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را و قلوب و افکار ما و شما را با نور علم و قرآن و سنت و عمل صالح منور بفرماید و از ظلمت و تاریکی بیدینی و بددینی و شرک و خرافه و هر آنچه از ادبیات فریبنده امام تراشان می باشد پاک و مبرا نگه دارد. و چون این کاری ممکن نیست مگر با رفتن به سوی قرآن، کتاب زندگی، کتاب هستی. در شرح بهترین سخن که قرآن باشد رسیدیم به آیه شریفه 21 از سوره یوسف علیه ولنبینا الصلاة والسلام که
که امروز جلسه دوم را روی این آیه شریفه میگذرانیم. تلاوتش را بشنویم. الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. به مصرش بیاورد آن کاروان، خریدار او شد عزیز آن زمان. چو سلطان زمان برگشود، زن خیشتن را سفارش نمود. به گفتا گرامی بدار این غلام، برو کن مدارا کمال و تمام. که شاید به ما آورد نفع پیش، بخوانیم او را چو فرزند خیش. به یوسف بدادیم بس اقتدار، که تفسیر رویا کند آشکار. که یزدان بر اعمال خود غالب است، تواناست بر هرچه بگذاشت دست. ولی اکثر خلق آگه نیند، که در غفلت خیشتن میزیند. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. اون که در شهر مصر یوسف خرید، به زنش گفت که اکرمی مثواه، مقدمش رو گرامی بدار، ازش پذیرایی کن. عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا. امید است که ما را سودی برسونه، نفعی برسونه، یا اونو به فرزندی خود بگیریم. و كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأویل الاحادیث. بدین گونه ما یوسف رو در زمین تمکین دادیم، تمکن دادیم، سلطه دادیم. ولنعلمه من تأویل الاحادیث، و برای اینکه بیاموزیم او رو تأویل سخنان، تحقق و حل مشکلات. والله غالب علی امره، خداوند مسلطه، غالبه بر امر خودش. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن بیشتر مردم نمیدانند. اینجا عنایت های خداوند شروع میشه به یوسف. اونجاست شاه همه چیز دیگری خواستند، خداوند چیز دیگری خواست و شد آنچه که خداوند خواست. اکرمی مثواه، اکرام کردن چیزیه و اکرام کردن گرامی داشتن یا اکرام کردن مکان اقامتش بالاتر از اینه. وقتی که جایگاهش مکرم باشه دیگه خودش چطور؟ یعنی چی؟ یعنی این مبالغه در اکرامه. نگفت که خودشو اکرام کن، بلکه اکرمی مثواه، مقامشو مکرم بدار، جایگاهشو مکرم بدار. گاهی اکرام یک انسان بنا به مصلحت پرستی است. شما ممکنه یه انسانی رو اکرام بکنید نه به خاطر ذاتش، بلکه امیدی دارید، منفعتی دارید. چون این اکرامی شایبه داره، ارزشی نداره، تاجر صفتیه. ولذا کسی که شما رو به عنوان مقامت و منزلتت اکرام میکنه فریبشو نخور، بلکه مقام منزلت دنیا رفتنیه، بر هیچ کسی نمونده. دنبال کسی باش که
تو رو ذاتاً اکرام بکنه، ذاتاً دوست داشته باشه، نه به خاطر اون چیزی که شما دارید طمع نداشته باشه. در عربی شعری هست: رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا. مردم معمولا پیش کسانی میرن که مال دارن. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. اهل علم از تاریخ چنین خوندند که عزیز مصر یا نخست وزیر مصر یا پادشاه مصر که یوسف خرید در نهایت فرزنددار نمیشد، خودش میخواست اونو یوسف تبنی فرزند خودش بکنه. ولذا اولین مرحله قصه تا اینجا تمام میشه. و كذلك مكنا لیوسف فی الارض. ببینید از چاه خداوند نجاتش داده، آوردش به قصر پادشاه. چاه کجا و قصر پادشاه کجا؟ برادرانش چیز دیگری خواستن. از جفای برادران به اکرام خداوندی. و كذلك مكنا لیوسف فی الارض. معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن اینه که اگر خدا با تو هست کیست که با تو نیست؟ یعنی کارا دست خداست، با او رابطه تو اصلاح کن و بس. فانک بعیوننا، تو در چشمان ما هستید. یا در آیه دیگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از مؤمنان دفاع میکنه. در حدیث انت ترید و انا ارید والله یفعل ما یرید. توی اراده دارید، خداوندی اراده میکنه و آنچه که خدا اراده میکنه میشه. والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا یعلمون. اونا خواستند بکشنش، خداوند جلوشون رو گرفت، نتونستن. در دل برادر بزرگترش انداخت، مسئله قتل منتفی شد. خواستن در چاه بمونه، خداوند از چاه برش داشت و به قصر پادشاه رسوندش. هم از خودشون، هم از مکرشون، هم از توطئهشون نجاتش داد. و پیش پادشاه که رفته قدرت داره پیدا میکنه. یعنی بعضی از لب لباب این قصه، این داستان همینه. والله غالب علی امره، خداوند بر امرش غلبه میکنه، مسلطه. لیکن اکثر مردم نمیدونن. گاهی پدر فوت میکنه، میبینی که برادر بزرگتر مثلا میراثو میخوره، نعوذ بالله، بر برادر کوچکترش یا برادران کوچکترش چیزی نمیذاره. خداوند سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ به این برادر کوچکتر نجابت، توفیق، موفقیت نصیبش میکنه. برادر بزرگتر فقیر میشه و چه بسا در همین برادر کوچکتر گدایی بکنه یا نیازمند باشه. ولذا انسان هرگز مخالفت شرع خدا نکنه. والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا یعلمون. یه خانمی ازدواج کرد. بعد ازدواجش مدتی بعد یکی در زد، گفت از مال خدا چیزی به من بدی. خواست بهش چیزی بده، شوهرش عصبانی شد، داشتن مرغ میخوردن. شوهرش گفت نخیر، بیرونش کن، طردش کن. اونم طردش کرد. روزها گذشت، ماهها گذشت، سالها گذشت. بین این زن و مرد اختلاف شد. این زن رو طلاق داد. یه انسانی که موقعیت خیلی خوبی داشت، غنی بود، به سراغ این زن آمد، خواستگاری کرد، ازدواجش کرد. با شوهر جدیدش نشسته، ای که در میزنه. زن میره که در رو باز کنه،
شوهرش میبینه این زن مضطرب شد، چه به دست پاچه شد. شوهرش میگه کیه این که در زد کیه؟ گفت یه گدایه. گفت خب چرا تو دست پاچه شدی؟ گفت نه چیزی نیست. گفت نه حقیقت رو بگو. گفت میدونی که اینی که در میزنه کیه؟ گفت نه. گفت این همسر اول منه که منو ظالمانه طلاق داد. شوهر گفت میدونی که من کیم؟ گفت نه. گفت من همون گدای اولیم. والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خداوند بر امرش غالبه لیکن اکثر مردم نمیدونن. این دنیا مثل چرخ میچرخه. دو نفر شریک شدن در یه تجارت در لبنان. هر کدوم از اینا یه مبلغ بزرگی دادن برای یه کارخانه ایجاد کردن. شریک شدن. یکیشون نسبت به شریکش قصد بدی داشت. اولیش مال زیاد داره و کار هم بلده. این دومی وقتی که پودفن کار رو یاد گرفت، راه و چاه رو یاد گرفت، شروع کرد به اذیت کردن شریکش تا از شرکت بیرونش کنه. وقتی شریکش اینطوری فهمید گفت اشکال نداره مالمون بده. مالشو کامل داد، پولشو نقد بهش پس داد. مالشو برداشت رفت به شهر خودش که شام باشه. چند روز طول نکشید که جنگ داخلی لبنان شروع شد. همین شخصی که نیت بد کرد بود، شریک خودشو اذیت میکرد که جدا بشه، مالشو به داد اون رفت، این کارخانه‌شو آتش گرفت و مالش هم دزدیده شد. والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خداوند بر امرش مسلطه لیکن اکثر مردم نمیدونن. ولی انسان همیشه مظلوم باشه، بنده مظلوم باشه، بنده ظالم نباشه. برای خداوند در کمینه بین دو تا شریک، بین دو تا برادر، بین دو تا همسایه، بین دو تا دوست، بین همسر و شوهرش. گاهی میبینید که ظالمانه طلاقش میده زنو. خداوند همسری براش پیدا میکنه که خیلی بهتر از اولی باشه. ظالمانه طلاق داده، یه همسری براش پیدا میشه که دمار از روزگارش در میاره. به قول عربا ستاره ها رو در وسط روز بهش نشون میده. این همسر دوم حق اون اولی رو که ظالمانه طلاقش داده. خداوند در کمین همه مراقبه. ولی این داستان یوسف برای تسلی نیست، برای داستان سرایی نیست، برای تاریخ خوندن نیست فقط که رخ داده و تمام شده. داستانی است که من شما باید ازش موعظه ها و عبرت ها ازش استنباط کنیم. و خداوند همیشه با مظلومه. لب لباب این داستان، عبرت این داستان اینه، خداوند با مظلومه. اگر مظلوم شدید خداوند با تو هست بر علیه ظالم. لیکن من شما عجله داریم، خداوند نه، کاراش با حکمته. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر این کار نکردید به جنگ خدا و رسول قیام کردید. خداوند با مظلوم بر علیه ظالم همیشه. ورزه انسان همیشه با اکثریت نباشه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم نمیدونن. اکثر مردم بی دین، بی ایمان، نه مؤمن. ولذا همیشه من شما با اکثریت نباشیم. اکثریت مردم با دنیان، دنبال شهوتان، دنبال مالان، دنبال مقامن، دنبال
مال و منال دنیان. ولذا قرآن میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و انهم لا یخرصون. اگر اکثر مردم زمین رو پیروی کنید از راه خدا دورت میکنن. اکثریت مردم دنیا خداشناسن، نمازخونن، روزدارن، یا رباخارن، یا زناکارن، یا فسادکارن، یا شرابخارن. یتبعون الا الظن، همشون پیرو وهم و گمان ها خودشون هستن. اما اکثریت مسلمان نه، اکثریت مسلمان راستین. برای که پیامبر سفارش کرده که با سواد اعظم مسلمانان باشید، برای که این امت ویژگی خاصی داره. این با اون فرق میکنه، اونم در استنباط دین، در فهم دین. با اقلیت موحد باش بهتر از اینه که با اکثریت مشرک و قبرپرست و شرابخوار و زناکار باشید، نعوذ بالله. با اکثریت جاهل نباشید، با اقلیتی که مستقیمه باشید، با اقلیتی که شما رو با خدا میخونه باشید. با اکثریت منحرف نباشید، با اقلیت با انصاف باش ولیکن با اکثریت ظالم نباش. از عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه روایته که من پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودم، آفتاب طلوع کرد، فرمود که یأتی الله قوم یوم القیامه نورهم که نور الشمس. اقوام پیش خداوند میاد روز قیامت، نورشون مثل نور چهرهشون مثل نور خورشیده. ابو بکر گفت که نحن هم یا رسول الله، آیا ما هستیم اونها ای رسول خدا؟ گفت نه، ولکم خیر کثیر، شما در خیر بزرگی هستید. ولكنهم الفقراء والمهاجرون الذين يحشرون من اقطار الارض. لیکن فقراء و مهاجرانی هستند که از اطراف زمین حشر میشن. و قال طوبى للغرباء، خوشا به حال این غریبان، خوشا به حال غریبان، خوشا به حال غریبان. فرمود که غریبان کیند ای رسول خدا؟ فرمود که ناس صالحون فی ناس سوء کثیر، نیکانی که در میان بدان زیادی هستند. من یعصیهم اکثر ممن یطیعهم، اسیانکارانشون بیشتر از طاعت عبادت کنندگانشون هستند، مطیعانشون هستند. این روایت احمد میاره. وقتی که بدان بیشتر باشن این علامت قیامته. یکی از علامت های قیامت اینه که دنیا پر از انسان های لئیم و پست میشه. فرزندان نافرمان میشن، پستان زیاد میشن بلا تشبیه، انسان های خوب کم میشن. ولذا انسان با خوبان اندک باشه بهتر از که با کثرت بد باشه. و اینجا این پرده دوم در واقع قصه این پیامبر بزرگ یوسف علیه السلام، وقتی که در چاه انداختنش، بعد اومد به قصر عزیز مصر با عزت و با اکرام، و این ابتلاء بزرگی بود برای یوسف. لیکن ابتلایی که بعداً به سراغش اومد از این بزرگتر بود. این ابتلایی که داشت در چاه انداختنش، ممکنه از سر گرسنگی میمرد ولی بهشت میرفت، ممکنه از سر تشنگی میمرد بازم بهشت میرفت، ممکنه حقیقتا در این صحرای گرگ حقیقی اونو میخورد، ممکنه مار اونو میگزید، عقرب اونو میگزید. همه این امکانات بود. لیکن این ابتلا نتیجهش چی بود؟ نتیجهش بهشت بود. لیکن ابتلایی که بعداً اومد خیلی سخت‌تر بود. ابتلای بعدی و راودت التی هو فی بیتها، زنی که در خانهشه اونو به شهوت دعوت کرد. اگر این کار انجام میداد به آتش میرفت.
ولذا خداوند فرمود که والفتنة اشد من القتل، فتنه از مرگ بدتره، از کشتن بدتره. اگه میمرد شهید میمرد، لیکن وقتی که در حالت فتنه میمرد، نعوذ بالله در حالت زنا، شهید نمیشد، شقی میشد. و کان الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اونو که خریدش بود، این خریدن یه علت داشت. علتش این بود که در خدمت خانه همسرش باشه. همسرش فرزند نمی آورد و همش از شوهرش میخواست که علاج بکنه. اغلب کتابای سیره هم همینو میگن. و اونی که اونو خریده بود به اصطلاح امروز انین بود، رغبت به زنها نداشت، طور که تاریخ ذکر میکنه. و در این قسمت بیانگر فسادی است که در خونه هایی که طفلو به عنوان فرزند میگیرن، تبنی همینه، رخ میده این فسادها. برای که این طفل در خانه بزرگ میشه، کسی که فرزندی گرفتنش در خانه بزرگ میشه، به بلوغ میرسه و صاحب خونه یا همسر مثلا عادت کرده که با اون به عنوان فرزند رفتار کنه، میگردش، بغلش میکنه، میبوسدش، مثل یک فرزند باش رفتار میکنه. لیکن طفل اندک اندک بزرگ میشه و چه بسا که اون چرا که نباید رخ بده رخ میده و اون موقع در سرگردانی گناه میفتیم. ولذا خداوند فرمود که قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یعنی در مقامی که در جایی که اقامت میکنه توجه کن. خب من باب اولا که به خود این بچه که یوسف باشه توجه کنیم، من باب اولاست. به این امید که به زن و شوهر سود برسونه. لیکن ممکنه کسی سوال کنه وقتی اون عزیز مصر، بالاترین مقام مصر داره، همه کس در خدمتشونه، چه سودی بهشون میرسونه؟ مقصود از سود اینجا سود محبت فرزندی، پدر و فرزندیه. این سود غیر از سود کارگران، کارمندان که زیر سلطه‌اش هستند. وقتی که یوسف مثل فرزند در خانهشون بزرگ میشه، در خانهشون تربیت شده، اینجا مسئله فرق میکنه. اینجا مسئله عاطفیه. برای که شخص هم میگه او نتخذه ولدا، اونو فرزند میگیریم. و تاریخ هم میگه که اینا فرزند نداشتن. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. از لحظه ای که یوسف داخل خانه عزیز مصر میشه، زندگیش متحول میشه و تمکین در زمین از اینجا آغاز میشه. ولیعلمه من تأویل الاحادیث، خداوند بهش تعبیر خواب یاد میده که چطوری خوابها رو تعبیر کنه، سرانجام خوابها رو بدونه. خب باز یه عبرت دیگه، اگه برادرانش اینو میدونستند که یوسف به این سرانجام میرسه، از چاه میره به قصر، آیا این کارا میکردن؟ هرگز. لیکن اون چرا خدا بخواد میشه. خداوند اکرام یوسف میخواد. اگر چنین چیزی میدونستن حتی در چاه هم نمینداختنش. و همه ظالمان اینطوری هستند. مسئله اینجاست، عبرت در اینجاست که همه ظالمان، هر کسی هر ظلمی بکنه به هر اندازه کوچک یا بزرگ،
این آیه شاملش میشه، این درس، این عبرت شاملش میشه. اگر ظالم بدونه که بر مظلوم چه چیز رو داره آماده میکنه، حتی از ظلمش هم بخل میورزید. برای خداوند فرمود والله غالب علی امره. و این سخن خداوند که خداوند بر امرش غلبه داره، یه قانونه، برو برگرد نداره، برای که قدرتش نافذه، قدرت اوست که اجرا میشه. تنها او ذاتی است که به هر چیز بگه کن فیکون باش میشه، و هیچ اله دیگری، هیچ معبود دیگری، هیچ ولی مطلق دیگری، هیچ ولایت تکوینی، هیچ کسی دیگه وجود نداره که مراد خدا را رد کنه. اگرچه مسیح پرستان و امام پرستان و قبر پرستان گرد خاکای زیادی در این مورد کردن، بت‌هایی از بشر تراشیدن، بهشون صفت خدایی دادن، از خمینی تا کلینی. خداوند سبحانه و تعالی وقتی که برای خودش شهادت میده، بر شهادتش دلیل داره که الهی جز او نیست، معبودی جز او نیست، مشکل گشایی جز او نیست، ولایت مطلقه تنها از آن اونه، بلکه اون خالقه، ملک و ملکوت هم تنها مال اونه و تنها اوست که به همه چیز قادره. و قالیان مسیح پرست، عزیر پرست، امام پرست، شیخ پرست، قبر پرست، هر کسی بشر خودش رو بزرگان خودشون خدا کردن به نامهای مختلف. و بعضی از مردم در این توهمن که ما اگه نقشه بچینیم، توطئه بچینیم، به هدف ما میرسیم. یادشون میره که بالا سرشون خدایی هست، قیومه، مراقبه، نه خواب را درش راهی هست، نه غفلت را. و اگر اینا این چونین خدا را میشناختن، هرگز به کسی ظلم نمی کردن. ما در زندگی خودمون در تاریخ دیدیم که بر سر ظالمان چه اومده، و ظالمان امروزی هم هیچ مستثنا نیستند، لیکن انسان ها طبیعتشون عجله. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. انشاءالله که موضوع رو در جلسه سوم ادامه خواهیم داد. مولا رحمانوف آخوند چی میگه ایشون؟ رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سیدی های علمای افغانستان رو که گیر کردین چی کنین؟ مولا رحمانوف آخوند در تاجیکستان او گفته بود یارو بشکنانه. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سیدی های شما را میده کنین. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سیدی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیست که سیدی که هر کس کش پیدا شد 100 دانه چی کنه؟ کاپی کنه. این حال دم مردم بگی، دم مردم بگی او که یک دانه رو میشکنه، نه مثلا 100 دانه 20 دانه بشکنه، 80 تاش به 80 نفر رسید. او 80 نفر که 100 دانه کنه 800 دانه صدی، او دیگه 80 دانه صدی میشه. بازو رسید پیشگاه اما تو حتی ما در مکه مکرمه در زیر پل میرفتم که اما تو سرم لوچ بود، تو یک پیرانه که سفید پیشیده بودم دیگه، خب اونجا گرمی زیاد است. من اونجا میرفتم که یک نفر اومدم تو گاهی این قسم میگن گاهی این قسم میگن گاهی قسم میگن تاجیکیست. من فهمیدم که در شک است. من ظاهر دایی است. گفت والله من در شک بودم، من در شک بودم، شما را من دیدم، من در سر شما را شنیدم. خب گیریم که تو سیدی های ما را در 4 نفر مردم بیچاره افغانستان شکستان. این نشون میده که برادران تاجیک چقدر تشنه علمن، چقدر تشنه دانش دینی هستن.
این همین اتفاق بر من بارها نسبت برادران تاجیکم اتفاق افتاده در مکه مکرمه. یا تاجیکستان چطور میکنی؟ زور رحمانوفت نرسید. از این خاطر میگن که سیدیای استاد طاهر نشنوین، سیدیای مولوی متوکل میده کنین، سیدیای مولوی عابد نشنوین. چرا؟ خب میفهمه که مولوی عابد و مولوی متوکل و استاد دایی و مولوی سید کوثر و علمایی که واقعا گپ میزنن او خود جوان بیدار میسازه. سیزنه؟ اگر کسی دیگه درس امروز ششته باشه هیچ وقت باز او کتابکای دروغی که چاپ کردن بازی نمیخواد. خداوند حافظ دینش. این شیرزن ایرانی مسئولان نمایندگان مجلس انقلابی اصولگرایان اصلاح طلبها را از پشت تریبون علنی تهدید کرد و هشدار داد که در همیشه روی این لولا نمیچرخد و تا وقت دارید و دیر نشده فکری به حال وضع مملکت کنید. در حمایت از این شیرزن برای که بابت این صحبت ها اخراج نشود کلیپ رو پخش کنید. چشم. وضعیت کشور در انتخابات ریاست جمهوری را دیدیم که با جمهوریت آن رکن رکین شعار اصلی پیروزی انقلاب چه کردند؟ به خودی ترین خودی ها هم رحم نکردند. نتیجه چه شد؟ مشارکت 73% مردم در انتخابات 96 به 48% امسال رسید. فرد برنده منتخب 62% آراست. یعنی چه؟ یعنی نماینده تنها 18 میلیون واجد شرایط رأی دادن از میان 59 میلیون واجد شرایط رأی دادن است. یعنی فقط 30%. همین را به کل ایرانیان تأمین بدهیم انگار از 83 میلیون ایرانی تنها 25 میلیون ایرانی رئیس جمهور منتخب را قبول دارند. فاجعه است. آن هم در انتخاباتی که از لاریجانی تا تاجزاده رد صلاحیت شده بودند. اینها نتیجه چیست؟ مقصر اول و آخر این وضعیت کشور نظارت استثبابی است. صالح ترین ایرانیان را از حضور در مدارج قانونگذاری و مدیریتی منع کردند. عده دیگری برای فرزندان متخصص و سالم و پاک دست ایران زمین پرونده سازی کردند. احزاب قانونی مملکت را بستند. چه شد؟ پاسخ مردم در 92 و 96 نتیجه آن محدودیت ها بود، اما آنقدر این شکست ها زخمیشان کرد تا مجلس مثلا انقلابی به ملت تحمیل کردند، اما کاش انقلابی بودند. گفتند میروند در مجلس و به طرح شفافیت آراء نمایندگان رأی میدهند. چه شد؟ از اول هم معلوم بود صادق نیستند. بعدش رفتن سراغ قیرپاشی رایگان. گفتن دولت بی عرضه است که مسکن نمی سازد. حالا رئیسشان گفته وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. از نقدینگی می نالند، حالان که نایب رئیس مجلسشان متهم اول تولید نقدینگی در دولت تراز و مهرورزشان بود. از نقدینگی می نالند، اما در بودجه 1400 که کسری قطعاً قابل توجهی خواهد داشت بندها گذاشتند که مثلا در یک بند برای فرزند سوم به بعد تسهیلات بیشتری پرداخت شود. بعد رفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کردند تا روحانی نتواند برجام را احیا کند
حالا همانها که پرچم آمریکا را در مجلس آتش می‌زدند میگویند ما به برجام متعهدیم. بسم الله، با دولت جدید بروید ببینیم بدون برجام و با FATF چه می‌خواهید بکنید. از کجا برای بودجه هایتان منابع جور می‌کنید؟ دست به یکی کردن نانوشته تندروهای داخلی با ترامپ، آن جنسومه ظلم با کم عملی دولت اعتدال کاری کرد که شرایط اقتصادی و معیشت مردم به بحرانی ترین وضع ممکن برسد. بروید ببینیم از پس تأمین مایحتاج مملکت برمی آید. کرونا همچنان جانها میگیرد و ایمنسازی جمعیت کشور به دلیل نبودن واکسن به کندی در حال انجام است. خوزستان بی آب مانده، خواجه در بند نقش ایوان است. دولت ناتوان است. مجلسی که اینقدر ادعا میکرد کجاست؟ کیفیت آب در آن منطقه تأسف آور است و بر اساس آنچه در ویدئوها میبینیم غیر قابل استفاده. مجلس نشینان به فکر بستن شیرفلکه اینترنت افتاده‌اند. کاری جز بستن از ایشان برمی آید. الگویشان کجاست؟ چین کمونیست که هویت از مائو میگیرد و روسیه پوتین که تنه به تنه تزار میزند. اینها را کنار هم بگذارید. این بیکفایتی گسترده بی‌مدیریتی در سراسر کشور و نارضایتی حاصل از آن، کاهش شدید مشارکت در 2 انتخابات اخیر و اعتراضات 4 سال گذشته بیش از گذشته عیان کرده که بخش زیاد و معناداری در جامعه با رویکرد فعلی هم‌نوا نیستند. این یعنی بخش زیادی از جامعه از رویکردهای اصولگرایانه و اصلاح طلبانه عبور کرده. خب تصمیم گیران میخواهند چون همیشه پنبه در گوش کنند، نمیخواهند صدای این مردم را بشنوند. تا کی این بخش از مردم که از اصولگرایان خوششان نمیآید گاهی به اصلاح طلبان اعتماد کرده اند تا گرهی از کار باز شود، اما باز هم مأیوس شدند. چرا؟ چون هرگاه اصلاح طلبان روی کار می آیند اصولگرایان درها را قفل می کنند. آنها که در نهادهای غیر انتخابی نشستند به هیچ کس و هیچ جا پاسخ نمی دهند، همانها آنقدر چوب لای چرخ می گذارند تا این طیف سیاسی نتواند از پیش کاری را ببرد، نتواند کاری از پیش ببرد. اما این تنها یک نتیجه داشت، آن هم این که بخش وسیعی از مردم اصولگرایان و بخشی از اصلاح طلبان را شریک وضع موجود می‌دانند. حالا اصولگرایان با دوپینگ فراوان 100% قدرت را در دست دارند، اما فکر نکنند همیشه بر این لولای دوپینگ میچرخد. با فوریت فکری بکنند، مردم را دریابند و ایران را از بحران نجات دهند. بله، اینم از این شریک. پروانه کسب بازاریابی شبکه‌ای، پروانه کسب اعوذ بالله فاحشه‌خانه و حراج دختران ایرانی به صورت رسمی آغاز گردید. تشیع جز این چی میاره؟ بالا مسخره نوشته مبارک شیرمردان غیور ایرانی. هم بازار کسب صیغه خانه هاست. لعنت خدا بر این مراجع پلیدی باد که ایرانو به صیغه خانه مبدل کردند. اینش خیلی جالبه. سوال این نیست که این الاغ چطور اون بالا رفته، سوال اینه چه کسانی کمکش کردن بره اون بالا. این کاریست که ما موقع انتخابات انجام میدیم و بعد از انتخابات تعجب میکنم که یک الاغ چگونه به اون بالا رسیده.
بله. کشور ژاپن کامیون‌هایی ساخته که هنگام اذان تبدیل به مسجد میشوند تا مسلمانان در آن نماز بخوانند. نظام ولایت واقعی هم مسجد سازان را زندانی و مساجد را تخریب میکند. تفاوت از کجا تا به کجا؟ یعنی کفر رحمتش بر مسلمان بیشتر از ولایت فقیه و دارالدستاشه. اگرچه این کلیپ نمیاد متاسفانه، در موبایل میاد اما در نه نیامد. پول 6 ارتش از جیب ما. شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کرد. یک ارتش در لبنان به نام حزب الله، یک ارتش در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، یک ارتش در سوریه، یک ارتش در عراق به نام هشت الشعبی و یک ارتش در یمن به نام انصار. از پس هر کدوم از این ارتش‌ها 10 شبه نظامی مفخور خارج شده. حزب الله لبنان سالانه 200 میلیون دلار بودجه، حزب الله سوریه 15000 نیرو، سپاه بدر 150,000 نیرو، جیش المهدی 80,000 نیرو، لشکر فاطمیون شیعیان افغانستان 40,000 نیرو، لشکر زینبیون شیعیان پاکستان 20,000 نیرو، حزب الله عراق 380,000 نیرو و اصحاب اهل حق عراق، لشکر ابوالفضل العباس، ثریا الخراسانی، کتایب حزب الله، لشکر ذوالفقار، کتایب امام علی، کتایب سید الشهدا، حرکت النجبا و گروه‌های تروریستی دیگه که پولشون رو از جیب ما می‌دزدن. اون وقت بحران اقتصادیمون رو به پای تحریم‌های آمریکا می‌نویسن. بله. جمع‌آوری ایرانیا در آذربایجان چی بودیم و چی شدیم؟ Niye zaten haliyle konuşarak karşı? Niye
Tamam da yaxşı. Çek, qabağına keç. Olmaz ben şeyle bu. Değişi sen sivil. Dur buradan! Çek buranı! Çek buranı! Hadi çıkart bayrağını! Nerede? Kaç kapını! Ay kardeş. Atım. Hayır defa. Çok süper. Navi Karabaseli. Medyaya niye hücum edirsiniz? بازم پیش دست اینجا ایران بوده 15 نفر آذربایجانی رو بازداشت کرده. اینم جوابه. هرچه توریست ایرانی تو آذربایجان بوده دارن جمع میکنن. سیاست های غلط رژیم ببینید که برای ایران چه آورده. دلار تا 6 سال آینده به 284,000 تومان خواهد رسید. اینو سازمان برنامه و بودجه میگه که در گزارشی 38 صفحه‌ای آینده اقتصاد ایران رو در 2 سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها بررسی کرده. ما در 60 ثانیه این گزارش رو براتون خلاصه کردیم. سال 1406 در صورت لغو تحریم تورم 25% و اگه ادامه پیدا کنه تورم 65% خواهد بود. بی تحریم فروش نفت 2500 بشکه و با تحریم 800 بشکه خواهد بود. اگه تحریم ادامه پیدا کنه بدهی 400,000 میلیاردی دلار به مؤسسات غیر دولتی 20 برابر خواهد شد. و نهایتاً اگر تحریم لغو بشه در سال 1406 دلاری 55,000 تومان و اگر نشه 285,000 ناقابل خواهد شد. دلار 285,000 عجیبه؟ یادتون باشه در سال 90 دلاری 1200 تومان و امروز 25,000 تومانه. دلخوش به این مقدار نباشی. سازمان برنامه و بودجه نکته‌ای مهم و پیش بینی نکرده. اگه شر دیکتاتوری ولایت فقیه از سر ما کم شه چه خواهد شد؟ مسجد سیار این همون مسجد متشکرم که فرستادیش. مسجد ژاپنیちょっと違った観念で取られるような気がするんですね。でやっぱしこれだけ優しく思いやりのある国でその我が母国ですから、この母国を PR するためにムスリム社会の人たちに対する
بله. شیخ الاسلام ابن تیمیه میفرماد که خدا رحمتش کنه که خداوند دولت کافر را اگر عادل باشه کمک میکنه و دولت مسلمان را اگر ظالم باشه شکست میده. آقای محمد از ایران: سلام استاد، این همون رفتار جمهوری اسلامی با ما مهاجرین افغان داشت. بله، متاسفانه ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار. کسی که ظلم میکنه منتظر باشه. من همون سالهای اول عرض کردم که بر برادران افغان ظلم نکنید که چه بسا که روز سر خودتون بیاد. آقای محمد، شما از کجا افغانستان هستید؟ آقای عبدالمهیمن تاجیک: علیکم السلام ورحمة الله. اگر کسی بی استاد علم دین آموزد یعنی خودآموزی درست است یا خیر؟ نه، خودآموزی بدآموزی ها زیاد میاره، مگر به وسیله افراد نابغه ممکنه، لیکن عموما خودآموزی ضررهای زیادی داره. درست مثل اینه کسی خودآموزی از راه خودآموزی پزشک بشه، مهندس بشه، به جای اینکه درست کنه خراب میکنه. آقای سلطان سلیم: فیلم آزار و اذیت سالمندان در خانه سالمندان بروجرد بفرمایید. در ضمن دوستان شما میدونید که آقای خامنه‌ای خودش آذریه، پدرش آذریه، از آذربایجان شرقی اومدن مجاور شدن در مشهد و پسرش همینه که میبینید شما. اذیت آزار سالمندان. دست اینو بشکنه، اینو چرا اینو میزنن بیچاره رو؟ یکی از رسالت های امام زمان در قبال جهان هستی بفرمایید. آقا این تکلیف خودشو مشخص کنه. جهان هستی به جای خودش، از این چاه گندم خودشو بیاره بیرون. امام مهدی علیه السلام رسالتی که داره اینه که جهان را پر از عدل و داد بکنه. بله. جهان هم آمادگی رو این نداره. هر روز مستکبران همه چرندیات میواپی شما میان بر علیه امام نقشه میکشن. خداوند باید برای حفظ جان او یه معجزه انجام بده. بیان نقشه میکشن. کدوم عاقله که بر علیه یک موهوم که وجود نداره نقشه بکشه جز از اذهان پوسیده شماها؟ خداوند با یک غیبت یا هر از چندگاهی یک معجزه، کدوماش خداوند تا
از بس که حرفاشون چرنده آدم چندشش میاد گوش کردنشن. تمام عالم دست امام زمان است. بله خدا هیچ کاره. این بچه کمی کلفت زاده همه کاره شده، کلفت زاده ای که هرگز نزاییده. من خیلی دوست دارم روی این قصه با هم دیگه علی جان صحبت بکنیم. ببین وقتی من میگم اسم امام زمان رو میارم، درسته امام زمان به یمنهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السماء، همش دروغ، شما درست کردید. تمام عالم دست اوست. بیا نمیگم اینا مشرکن، تمام عالم دست یک موهومه، خدا کاری نیست. به چه دلیل آخر؟ خداوند صدها دلیل پیش تقدیم داشته برای قیومیت خودش، برای قیوم بودن خودش، برای ولایت خودش. اما شما این چرندیاتو میگی به چه دلیل آخه؟ که حالا این بعض از کسایی که خب یه مقداری بی توجهن، نادانن، جاهلن، مغرضن، نمیدونم اسم چیزی. نه بفرمایید. خب که چی؟ بگذارم که آقا این چه حرفیه، بس خدا چی کار است؟ خب همون خدا همه کار است. اتفاقا خیلی جمعه. من همین خدا یکی به من گفت که پس خدا چی کار است؟ گفتم ببخشید جان مردم رو کی میگیره؟ گفت اسرائیل. گفتم پس خدا چی کار است؟ مردی که بی سواد جان مردم و خداوند در قرآن فرموده که فرشته مرگ میفرسته، اما راجب این امام زمان خرقی که شما درست کردید، شما گاوان و خران درست کردید، چه دلیلی وجود داره؟ کجا خداوند گفته که من امام زمان دنیا رو دادم به امام زمان؟ این قیاس های معل فارق برای عوام فریبی است. گفت که خدا اسرائیل رو مأمور کرده. گفتم ببخشید شما مأموریت اسرائیل قبول میکنید، مأموریت امام زمان قبول نمیکنید؟ نه برای مأموریت اسرائیل خداوند گفته، امام زمان خداوند نگفته. ایشون هم مأمورند و محض. یعنی مردم از فرشته مرگ اگه خدا نمیگفت ما چیزی دربارش نمیگفتیم. خداوند گفته که از شرط ایمان به ملائکه اشه. المؤمنون كلهم آمنوا بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. کجا گفته امام زمان؟ كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. خب همه مؤمنان ایمان شما ملائکه از اصول ایمانه، اما چه ربطی به امام زمان داره؟ چه ربطی به امامت داره؟ چه ربطی به این دروغ‌هایی که شما گفتی داره؟ ولذا قرآن رو به عنوان حکم قبول نمی کنید. میر طاهر یا خامنه ای مدتی مطرح شده بود که خامنه ای بدل داره و اسم میر طاهر سر زبان افتاده بود تا اینکه در سفر اخیر بشار بینیم. این دو نفر را میشناسید؟ بشار اسد در آغوش خامنه ای. اما اجازه دهید کمی با دقت بیشتر به تصاویر نگاه کنیم. خامنه ای اصولا یا دست نمیدهد یا مطمئنا با دست معلول راست خود سلام نمی کند. اما فراتر از این به دستش دقت کنید، دستی با پوست طبیعی و نامطابق با سایر عکس ها. موضوع دوم، شکل خندیدن خامنه ای را با خندیدن های دیگرش مقایسه کنید و در نهایت بحران قد این شخص در مقابل بشار آنقدر غیر طبیعی بود که وبسایت رسمی خامنه ای دست به فتوشاپ شد و قدش را بلند کرد. این تفاوت‌ها بار دیگر حرف و حدیث‌های شخصی به نام میر طاهر را به میان آورده. بدل خامنه ای. هرگاه خامنه ای بیمار باشد یا مانند سفر به کردستان خطر ترورش وجود داشته باشد، شخصی به نام میر طاهر جای او را میگیرد. آیا این بار میر طاهر در دست دادن با دست راست سوتی داده است؟ نظر شما چیست؟ شرک چیست؟ استاد محمد صالح پردل. بزرگترین گناه ها، یا میدونی شرک بزرگترین گناهه؟
اگر سر قبر مرده رفتید حتی پیغمبرم باشه دست دراز کردید پیغمبر بده شفا بده مشکل حل بکن این شرکه. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ان الله لا يحب الكافرين. تفسیر اینجور از آیات قرآن چیست؟ این که خداوند کافران رو دوست نداره. این تفسیر نمیخواد، خیلی واضحه. خداوند دوست مؤمنانه و کافران رو دوست نداره، دشمن کافرانه. بی وضو میشه قرآن رو برداریم ورق بزنیم بخونیم؟ اگر قرآن درش چیز دیگه نوشته شده باشه، تفسیر قرآن هم باشه، بله، در خود قرآن اختلافه، اگرچه جایزه، اگرچه خیلی ها جایز دونستن، لیکن بهتر اینه که وضو داشته باشید وقتی قرآن رو دست میزنید. آقای موحد سرحد، السلام علیکم. جناب استاد، من در عجبم که در ایام کرونا بوسیدن سنگ حجر اسود که امر الله است تعطیل شده، ولی بوسیدن دست فلانی کماکان ادامه دارد. آیا دست ایشان دهنی نمی شود؟ و کسی کرونا داشته باشد دستش را ببوسد ثواب سرایت به دیگر دست بوسانشان نمی گردد؟ پس کرامات چیه؟ التماس تفکر و تعقل برای ذوب شدگان ایشان. ما اهل حدیث پیامبر به فکر جان شما هستیم، اگر نپذیرید به ما که هیچ ضرری نمیرسه. جواب این کلیپ سالها گذشته دادم، یعنی کلیپ و ایشون هم دشمن سلفی ها نیست. بنده در شهری کار میکنم که 200 کیلومتر از اقامتم دور است. بنده گاهن 1 هفته یا 20 روز در شهر محل کارم اقامت دارم. در این مدت میتونم نماز را قصر و جمع بخونم. اگر 3 روز تصمیم گرفتید، البته در این مورد اقبال فراوانی هست، چند قول در این مورد هست. پیش احناف 14 روز بیشتر بمونید، تا 14 روز شما مسافرید. پیش جمهور تا 3 روز اگه قصد اقامت کردید مقیم شدید. و پیش شیخ ابن عثیمین اگه تا 1 سال هم قصد اقامت نکردید، 2 سال 3 سال هم قصد اقامت نکردید، بازم مسافرید. ولی قول خود جمهور بهتره، تا 3 روز اگه شما قصد اقامت کردید مقیم نماز بخون. آیا گناه شرک بزرگتر است یا کفر؟ هر دو گناهان بزرگی هستند. از بالاتر از کفر چه گناهی هست؟ بالاتر از شرک چه گناهی هست؟ هر دو گناهان بزرگند. آقای سید شهاب محمودی،
گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با معاون شورای عالی امارات اسلامی شاخه انشعابی. اینا دنبال انشعاب میگردن برای ایجاد فتنه دیگه. اینجا در یکی از سنگرهای به شدت حفاظت شده شورای عالی امارت اسلامی، گروه انشعابی طالبان و در میان صدها جنگجو پای صحبت‌های ملا عبدالمنان. اینا رو دارن درست میکنن. معلوم نیست اصلا درسته یا نه. اولین بار که اینجا میشنویم این حرفا رو. ایران اینترنشنال و افغان اینترنشنال در صدد ایجاد تفرقه در افغانستان هستند از روز اول. آقای محمد امین، علیکم السلام. یکی از همسایه ها مریض است، حالش خیلی بد است، جوان است. بهش قول دادم برای استاد زنگ بزنم براتون دعا کنه. خدا شفاش بده. خدای شفاش بده، هم ایشون رو هم بقیه مریضان و مسلمانو. شما بینندگان هم براش دعا بکنید. آقای احمد از سلام بنده را بهش برسونید. آقای احمد از اصفهان. کلیپ راجب آخرای عمر خلخالی ملعون است، آزاردهنده است. اگر صلاح میدونید پخش کنید. انشاءالله که عبرتی باشه برای ظالمان. از کجا؟ واقعا این خلخالیه؟ ای خدایا، ای خدایا، ای خدایا. ای خدایا. ای خدایا. واقعا خلخالیه یا ساختگیه این؟ ای خدایا. آقای صد شهاب محمودی، این خواهش میکنم راجع به این کلیپ تحقیق کنید که حقیقیه یا نه. آقای احمد، ببخشید آقای احمد، لطفا تحقیق کنید که این کلیپ حقیقی ساختگیه. این آقا شارون است. شارون که ریش نداره که. آقای حسین هدایت شده، علیکم السلام رحمت الله. بنده حسین هستم از هدایت یافتگان. مدت 15 سال است با وسیله راهنمایی های شما استادگان قدر خواهش می‌کنم واحد شدم. از شما راهنمایی شما سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خداوند شما را حفظ کنه و به شما و بقیه هدایت شدگان برکت بده و همه شما را سبب هدایت دیگران بگردانه و از شر شروران حفظتون کنه. آقای عبدالله شاهزهی، آقای عبدالمؤمن از تاجیکستان، کدام تفسیر قرآن کریم بخونیم؟ همین درس ها رو گوش کن، از همه مهمتره برات. روزانه 1 ساعت وقت تو بذار روی این درس ها، از همه بهتره. اگر تفسیر پارسی هم خواستید در سایت عقیده هست، چند تا تفسیر هست.
مولانا صاحب اون ابو اسما کجاست که شما زنگ میزد؟ نمیدونم، قهر کرد رفت، از ما قهر کرد، چون ما طرفدار کردای طرفدار مثل مزدور امریکا نمیشدیم. آقای ابوالفضل هدایت شده: استاد متوکل رحمه الله درباره رأی دادن چی شد دیگه میشود. فقط کل مشوره ها علیه اسلام باشه، علیه مسلمان باشه، مسلمانی واقعی گرفته شود در جیل انداخته شود. نگویی که تنها امنیت ملامت است، سرانوال ملامت است، قاضی ملامت است. به الله قسم که در صندوق رای انداختی، در روز قیامت از پیشت سوال میشه. در صندوق رای انداختی، از دست توست. بله، از دست توست. گاهی بله، آقای مولوی عبدالحمید که مردم به صندوق رای بردن هم بشنوند. نشدیم، اعلان نکردیم که من مسلمان هستم، فقط قانون اسلام میپذیرم، نه قانون دیگر. خلاص. یک تظاهرات میشه به خاطر ازی که فحشا من نشود، به خاطر ازی که بیدینی من نشود، به خاطر که ظلم من نشود. تظاهرات میبینی الله متعال میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دستای مردم کدام اعمال و کرداری که انجام میده، از او خاطر درخت میوه خوب نمیده، باران در وقت موسمی خود نمیباره، گرمی در حال اعتدال خود نمیمانه، یخی در حال اعتدال خود نمیمانه، هر چیز سرچپه و برعکس شده. چاها خشک شده که آب نداره. کدام مسلمانی تا چی اندازه از الله نترسیم؟ تا چی اندازه فکر بکنیم که من چی میکنم؟ کل معاملات ما سری سود روان است. کدام دین به کدام قرآن عقیده داریم؟ کدام دستوری قرآن در زندگی ما دیده میشه؟ مطابق دستوری قرآن زندگی میکنم. مسلمانی خودتر به زبان نیست که آدم بگه مسلمان است، مسلمان، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. دنبال یک کلیپ هم که زاهدان این وضعیت را دارد. ببینید که چطوری خانه های مردم رو خراب میکنن.
خداوند نفرین کند اینها رو که خانه های مردم رو خراب میکنن، خانه های خودشون رو خدا خراب کنه. همه شهر رو خراب کردن. ببینید خدا دعاهای مسکین ها رو قبول کند، خانه های اینها رو خراب کند. بر پدر این لعنت من سالمایی که بدبخت به خدا یک ماشین 30 میلیون تومان فروختم. این وضعیت مردم بدبخت با این دولت دزد، با این ملت بدبخت بیچاره خونه هاشون خراب کردن، خودشون گذاشتن رفتن. جواب اینا رو کی میده؟ این بدبختا رو جوابشون کی میده؟ آقای رئیس جمهور، آقای اون مسئولی که اون بالا نشستی خودت تو کاخی، نگاه کن این وضع مردمه، این بدبختی مردمه، این بیچارگی مردمه، نگاه کن. اینا جواب اینا رو کی میده؟ و کسانی که به رئیس جمهور رای دادن هم باید جواب بدن. بلوکه سالم ها تا خراب کردن، بلوکه سالم هم نذاشت. بله، شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی خر، خب این واژه رو فقط من به کار نمیبردم، خیلی از بزرگان به کار بردن. بفرمید. خیلی خری. یکی دیگه بفرمید. خیلی خون واقعا خری. ببینید که همچین خیلی واژه بدی هم نیست. خب حالا بریم سر اصل کار خود. اون چیزی که باعث شد من این برنامه رو بسازم این هست که خیلی از این دوستان میگفتن آلیفا این چیزایی که تو گفتی کفر، وهن، دریوریه، چرت و پرته. من همونطور که اول اون کلیپ هم گفتم که دوستان من اینها رو نقل قول دارم میکنم، از خودم در نمیارم، اسنادش موجوده تو کانال شب نشینی ها رو برید ببینید. مثل اینکه احساس کردم خیلی از این کلیپ ها که تو فضای مجازی به ما میرسه به دست برادرای ارزشی و بسیجی و علما و طلاب و روحانیون و آقایون نمیرسه، یعنی اینا که ما ببینیم اینا ندیدن. من برای اینکه نشون بدم آقا حرفایی که من زدم مستندام آوردم تو این برنامه، یکی الان نشونتون میدم. البته این دریوری‌ها رو میخواید بگیدم بگید، من مشکلی ندارم، شما هر چی اینا رو بگید، بیشتر بگید، سوژه طنز برای ما درست میکنید، دستتون رو درد نکنه، دستتون رو میبوسیم. ولی مسئله ایرادی است که میگیرن که حالی پیام چرا اینا رو میگی وهن دین، وهن اسلامه. آقا وهن قصه پردازی شما درست میکنه، من درست نمیکنم. اگه جمعه برید جلو اینا رو میگیرید. خیلی هاشم تلویزیون، رادیو تلویزیون خودتون داره پخش میشه، خیلی هاشون هم بالای منابع رسمی خودتونه قصه پردازی میکنید. من با این قصه ها مشکل دارم، همونطور که خیلی از علمای خودتون هم مشکل دارم. بحث من سر اینه که با این قصه سازی ها به شعور مخاطب توهین نکن. قبل از اینکه ما بریم سر اصل مطلب یک کلیپ با هم دیگه ببینیم. یه بخش زیادی از منابع مربوط به صدر اسلام در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود سیره نبوی و نسبت به امام حسین و محمد ابن حنفیه و حمزه و عرض کنم که انواع اقسام آدم ها برسه تا شکل ایرانیش ابو مسلم. اینا داستانه و داستان صورت تاریخی به خودش گرفته.
تمام اشکال اینه. یعنی داستان رو یک کسی ساخته؟ ملاحظه فرمودین. یکی دیگه هم ببینیم. چاه جمکران هیچ مأخذ و مدرکی ندارد. من اینو صریح و محکم خدمت شما عرض بکنم. ملاحظه فرمودید. حالا میگید اینا رو قبول ندارید. باشه. آیت الله برقوی و آیت الله حیدری هم قبول ندارید. وهابیان علت بلد. باشه. آیت الله مطهری رو قبول دارید؟ یا آیت الله مطهری که نمیتونید بگید قبول نداریم. اجازه بدید از آیت الله مطهری بشنویم. اما بزرگواری که میگن شیعه ها قالتاق ترین مردم روی زمینن. بفرم. در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا ما هزاران تعریف وارد کرده ایم. هم تعریف های لفظی یعنی شکلی ظاهری راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب، راجع به حواشی مطلب، راجع به همه چیز، و هم در تفسیر این حادثه ما تعریف کرده ایم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست. اونقدر زیاد است اگر بخوان جمع بکنن روزهایی که میخونن و دروغ است تا چند جلد کتاب 500 صفحه‌ای میشوند. خب خستتون کردم. این مقدمه خیلی طولانی شد، قرار نبوده اینقدر طولانی بشه. بریم سراغ اصل ماجرا. شیخ نشست تو لگن گفت یه معجزه خفن. سوسمار و پیغمبر ما با هم دیگه گپ میزدن. عربی مارمولکی رو صید کرده بود، آمد خدمت پیغمبر گفت من به تو ایمان نمیارم تا اینکه این مارمولک به تو ایمان بیاره. و وقتی مارمولک رها کرد روی زمین، پیغمبر صداش زدن یا زبیه یا زبیه. همونطور که فرار میکرد برگشت، نگاه کرد به پیغمبر. پیغمبر فرمود من کیم؟ به زبان فصیح عربی اون مارمولک با پیغمبر سخن گفت. به زبان فصیح عربی گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. نشست رو درخت بید گفت شما نمیدونید قبل زمین و آسمون خدا علی را آفرید. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قبل خلقت ان یخلق الآدم. علی امیر المؤمنین بوده قبل از اینی که آدم ابوالبشر رو خدا خلق کنه. درست میگه. نشست روی پمپ باد گفت عوام بی سواد. یه شیر اومد پیش امام گفت زنم میخواد بزاد. حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان منه، حیوان میفهمه. حیوانی کلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من گفت تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور انورتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما رو تو بیابان پیدا کردم. دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکنه. راست میگه. رفت و نشست رو کلید گفت شنیدید یزید نشسته بود جیش بکنه عقربه اونجاشو گزید. رفت جایی عجله کمال ادرار بکنه، دقت کرد تو که نشست عقربی بود و حالت تناسلش یزید. گفتم آره تو راست میگی. نشست توی تیاره گفت بهار و لنواره، دستای پیغمبر ما لوله کشی آب داره. یه وقت دیدن خاتم الانبیا فرمودن یقلبی ها رو بیاری، سطلا رو بیاری. 10,000 نفر آمدن دور پیغمبر. گوشاتون رو کنین 10 تا انگشت مقدسش خاتم الانبیا اینجوری باز کرد. از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد. تو راست میگی. رفت توی دیگه چدن گفت ملائکه میگن
خربوزه سنی شد ولی بادمجونا شیعه شدن. خربوزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین حضرت فرمودن خربوزه ها رو قاچ بکنید. قاچ کردن گذاشتن جلو مولا. اولیشو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک، دیدن تلخه. اصحاب دیدن مولا این خربوزه رو پرتش کردن اون طرف. خربوزه بعدی شیرین گوارا، حضرت فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن، گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود؟ خربوزه است دیگه. این خربوزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟ حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که تلخ شده بود. بعد اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده بادمجان میده. تأکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو. درست میگی. نشأت رو سطل اسید گفت یه قصه جدید. شیر از تو تابلو در اومد، دشمن حضرت رو درید. به 2 صورت عکس شیر فرمود شما 2 بیایید این فاجعه رو بخورید. آقا فل مجلس به همون لحظه 2 شیر از این صورت ظاهر شد، 2 شیر حقیقی پریدن. اول اون رو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری میخورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس. بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن. گفتم آره درست میگی. نشأت روی پشت بام گفت خلایق عوام بوی گل و گلاب میده مدفوع و پیشاب امام. ما در بعضی جاهای داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای غذا وجد توی عطر پرچ شد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبردید که چیزی نکنید. رفت نشأت تو لجن گفت خانوما بدونن بی حجابا رو تو آتیش از مو آویزون میکنن. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنن از مو. چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگید 1 روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که اینقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره. میخوام بگم سخت. درست. نشست رو شیشه لیموناد گفت به حق من یکا این رعد و برق آسمون از غضب علی میاد. با حضرت صحبت میکردم فارعدت السماء و ابرقت، آسمون رعد و برق شد، یه رعدی زد و یه برقی زد. خب از نظر امروز الکتریسیته و نمیدونم بحثای امروز و ایناست، نه ظاهریه. اون وقتم خب رعد و برق بوده. یه وقت آسمون رعد و برق کرد. میگه گویا امام صادق علیه السلام یه حالتی شدند، آقا امام صادق علیه السلام یه توجهی کردند. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود اما انه ما کان من هذا الرعد و من هذا البرق فانه من امر صاحبکم. آگاه باش، هرچه از این رعدها میشنوی، از این برقها میبینی، از امور صاحبتونه. صاحبتون از امور صاحب رعد و برقی شد، از امور صاحبتونه. قلت من صاحبنا، سماعت مهران عرض میکنه، عرض کردم آقا صاحب ما کیست؟ قال امیر المؤمنین. گفتم آره درست میگی. رفت و نشست رو موتور گفت که حتی رو شطور واجب زن کام بده، چه از قبول چه از دبر. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد روایت حتی روی شطور، به او جواب بده. گفتم آره. رفت نشست رو نمد گفت ابوالفضل اومد کنار نهر علقمه با اسبشون حرف میزد. آقا وقتی وارد شریعه شد تا دانوی از تو آب رفته، از تشنه هستنی آب نمیخوره. حضرت دست رو بردن زیر آب، یک کفی از آب برداشتن که از تصور کنه آقا آب خورد تا اون هم آب بخورد. نشست روی کرگدن نشسته وا کرد دهن گفت عربا توی بهشت فارسا توی جهنمن.
با عرض سلام مجدد. آقای عبدالرحمن از شبکه یوتیوب توحید. پروفسور عبدالظاهر دایی: هدف مؤمنان باید چنین باشد. 53 ثانیه. و وقتی که میگیم رب العالمین، در اینجا رب العالمین پروردگار عالمیان، پروردگار جهانیان. اینجا مسلمان از سرمیز خود نقشه های قومی و قبلی را دور کرده، فقط به جهان فکر میکنه که من چطور میتونم که بیرق اسلام، بیرق توحید، بیرق لا اله الا الله را چه قسم بالای قصد سفید بالا بکنم، چه قسم من بیرق لا اله الا الله را در کرملین بالا بکنم. این بیرق اسلام نباید به شکل منطقوی فکر بکنیم و ما نباید یک مسلمان موحد درباره قوم و قبیله فکر بکنن. از این خاطر مسلمان نمیتونه. ببینین مسلمان، کلمه مسلمان ارتباط داره به چی؟ به سیاست. دیروز مسجد مکه میزبانی که از علمای بزرگ سرشناس شبقاره هند بود، مولانا شیخ سلمان ندوی. ایشون با از شیعیان تعریف میکنه، بقیه مسلمانان رو، حکام مسلمان رو بعد میگه. تعجبم من. و چرا از شیعیان تعریف میکنه؟ چرا از خمینی تعریف میکنه؟ چرا از انقلاب خمینی تعریف میکنه؟ کاش که سخنانشان برای ما میفرستادید. آقای محمد از روسیه: من و امثال من از جمله موحدان شمار میرم، با یک تفاوت که چی؟ قول در قلب بر ضد کس نداشتیم. الحمدلله. صوفیان سنی کینه بر علیه صحابه ندارن، لیکن همون قلوب ها رو که شیعیان میکنن انجام میدن. سلام استاد گرامی، اگر بگم که 50% عجم اعمال شرکی انجام میدن شاید غرور نکرده باشم. تازه کم گفتید. در افغانستان تکیه کلام مردم نیست که خدا کند و پیرها کند. اعوذ بالله، اعوذ بالله. شرک مطلقه. مثل این ها زیاد است. البته ندانسته میگن، علما بیدارشون نمیکنن. آیا قزوینی شکن: آیا با همین صراحت لهجه و حقیقت گویی میتونید داخل ایران زندگی کنید؟ نه، قطعا نه. اگرچه من اون موقع هم همین حرفا رو میزدم، لیکن خودم آدم 30-40 سال که روی موضوع کار کنه 4 کلمه بیشتر یاد میگیره. ولی عموما من لهجه هم با همین صراحت بوده. مولانا عبدالعزیز تو پارلمان گفت که شما تو مجلس خبرگان چرا شما مجذوب آقای خمینی هستید؟ خداوند قادر 72 تا خمینی درست کنه به تعداد نمایندگان اونجا. یعنی لیکن آدم بدون حرف حق و کجا بزنه. حکمت و شجاعت با هم خوبه. أسباب البركة في البيوت. البركة كلمة نسمعها دوما، ولكن للأسف افتقدناها في بيوتنا، فلا بركة في الوقت ولا الرزق. إليك مفاتيح البركة، المفاتيح 8، وكلها من القرآن والسنة. أولها تلاوة القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالقرآن الكريم جعله الله تعالى بركة
من خلال تدبره والسير على تعاليمه في شؤون الحياة. ولهذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن البيت الذي يتلى فيه القرآن: تسكنه الملائكة، تهجره الشياطين، ويتسع بأهله ويكثر خيره. المفتاح الثاني البسملة وذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت ولا عشاء. المفتاح الثالث الصدقة. من أسباب البركة على البيت التصدق، خاصة صدقة السر، فإنها تطفئ غضب الرب. المفتاح الرابع صلة الرحم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيد في الرزق وتطيل العمر. المفتاح الخامس التبكير في طلب الرزق. جاء في الحديث الشريف: بورك لأمتي في بكورها، أي الخروج لطلب الرزق باكرا. المفتاح السادس إقامة الصلاة. إقامة الصلاة لوقتها. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. المفتاح السابع التوكل على الله حق توكله، لما ورد في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. المفتاح الثامن مواصلة الاستغفار. والاستغفار بحد ذاته مصدر للرزق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. متعنا الله وإياكم بالبركة والرضا والتقوى. خدا به شما خیر بده. همه این کار آسانه، همه اینها آسانه. طنز. چی شد آقای دکتر؟ متاسفانه بچه‌تون ناقص به دنیا آمد. وای نه. چی شد آقای دکتر؟ متاسفانه بچه‌تون ناقص به دنیا آمد. وای نه. مشکلش چیه؟ دندون نداره. مسخره. سلام. سلام استاد عزیز، بعد از حدود 4 ماه دوباره موفق به دیدن شما برنامه نورانی و توحیدی شما شدم. خدا شما طول عمر و با عزت عنایت بفرمایید و به شما همچنین. خیلی متشکرم. و از هرمزگان از وقتی که از یاست رفتیم ما بی نصیب شدیم. شما از طریق موبایل مشاهده میکنیم. اینترنت در ایران بسیار ضعیفه. متاسفانه خبر بدی که بر شما دارم تا آخر هفته تلویزیون قطع میشه. فقط 2 روز دیگه در خدمتتون هستم و دعا کنید که خداوند فرجی بیاره. امروز با من خبر دادن. قرار شد امشب خداحافظی بکنم، لیکن تا آخر هفته وقت دادن. آقای محمد عمر از زاهدان. البته این مشکل قدیمی، تازه نیست. کردن مولا عبدالعزیز رحمه الله تعالی 7 دقیقه اینو گذاشتم بارها تو چیزم گذاشتم توی مقدمه درسم. آقای احمد از اصفهان، من ازش سوال کردم که واقعا این کلیپ راجع به خلخالی حقیقیه؟ میگه چند سال زمینگیر بود و بدنش متعفن شده طوری که همه از او فراری شده و رژیم
شخصی را با حقوق بالا استخدام کرده تا او را پرستاری کند و این کلیپ واقعی است. ای خدایا، ای خدایا. پس دوباره ببینیمش. خلخالی در آخر عمرش، نتیجه ظلم رو ببینید. و شارون هم به همین سرنوشت گرفتار شد. ظالمان اینه. اعوذ بالله، اعوذ بالله. این در قبرش چطوری خواهد شد؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله، اعوذ بالله. اعوذ بالله. پناه بر خدا. پناه بر خدا. حرکت فرعونی کنه اینطوری میشه. ای خدایا، ای خدایا. عادت کردیم به شما، لطف دارید، لیکن دعا کنید خداوند دعایی که رو بپذیره و مشکلات حل بشه. موقتی خواهد بود انشاءالله. اگر شخص شرک نکنه، حرام نخوره، تقریبا هیچ گناهی نکنه اما نماز نخونه، آیا کافره؟ بله، ترک نماز کفره. ترک نماز کفر. اگرچه این مسئله مختلفیه که چگونه کفریه، لیکن صریح حدیث میفرماد که من ترکها فقط کفر. سوالتون واضح نیست خانم زهرا. هر دو سوالتون واضح نیست، واضحتر مطرحش کنید. سوال دومتون، یک کسی 5 میلیون داده به یکی که قرض داشته و طرف گفته بعد 3 ماه 1 میلیون بهت میدم. تو یعنی چی؟ بعد 3 ماه 1 میلیون میدم یعنی بعدش همینجور قرضا رو پس میده؟ مقصود اینه یا سود میده؟ اسم پسرم محمد است. اسمش خوبه یا این چه سوالیه؟ محمد بهترین. عجب سوالیه. مسلمان این سوال میکنه؟ موقع نماز چشمانم خود به خود بسته میشه، حکمش چیه؟ بهتر اینه که بسته نباشه. وقتی میخوام وضو بگیرم، میخوام نماز بخونم، نماز فراموش میکنم، حکمش چیه؟ شیطان وسوسات میکنه دیگه، بر همه پیش میاد، کم و زیاد البته. به وسوسه شیطان گوش نده. آقای سید شهاب آقای قاسم بارکزئی هدایت شده.
سلام علیکم، انشاءالله خوب باشید. علیکم سلام. این به اصطلاح شیعیان امروزی ایران کاری به پدران گذشتهشون ندارن، خیلی زندگانی دنیا رو دوست دارن. مثلا من بین اینا بزرگ شدم، شاید شما چیزهایی که من از اینا خبر دارم رو ندیده باشید. قطعا نه خبر ندارم از اونا. بله، از نزدیک این شیعه زادگان چی اگر خودشون رو مذهبی بدونن یا بیدین یا هرچی، خیلی عاشق و دلباخته پول و مال و لذت هستن. بله، و بر زندگی دنیا حریص و لجوج هستن و مثل مسیحیت تحریف شده یک دین برای کشتن عذاب وجدانشون اختراع کردن تا هم در دنیا هر کاری بکنن، هم ترس از آخرت و از ذهنشون بردارن. همه مذاهب منحرف اینطوریه، و هم با دین تجارت کنن. به نظر من اگر حتی آخونده هم در ایران اصلا وجود نداشته باشه، باز این قوم سرکش و نافرمان رو کسی امثال بشار اسد یا پوتین یا دیکتاتورهای حاضر در جهان باز فریب میدادن، چون اینا اهل حق نیستن. بله، اینا که این حرف درسته، لیکن وقتی آزادی باشه انسان ها قابلیت هدایت دارند، تبلیغ نیست. الان شما فکر کنید حرفای ما رو چند درصد مردم میشنون؟ دقت میکنید؟ و حرف حق و مردم برسه، خداوند در حق یک نور قرار داده، چون اینا اهل حق نیستن. در اصل علم خداوند در مورد اینا به تحقق پیوسته. بله، که اینا قومی بی اندیشه و بی خرد هستند. البته منظور من ایرانیان گذشته نیستن استاد. خب این مذهب اینا رو بد کرده و حرف شما هم درسته. انسان وقتی بد هم باشه سراغ مذهب بد میره برای توجیه خودش. اینا به خاطر اینکه قرآن در میانشون بوده و هست، اما باز هم پشت کردن به قرآن، برای که آخوندهاشون میگن قرآن قابل فهم نیست، بیان به طرف ما و خیانت کردن. بسیار در گمراهی دور درازی فرو رفتن. وقتی وارد خانه ایرانیان شیعه میشم، منظورم اکثریت است، بهترین امکانات و لباس زیبا و بسیار تمیز و مرتب زینت خودشون ساعتها وقت میذارن، اما لحظه‌ای برای آخرت خود وقت نمیذارن. بله، آخرت امام زمان برشون سفارش میکنه، نه؟ یا امام پارتی بازی میکنه. اینجوری فهموندن شما. بله. اما لحظه‌ای برای آخرت خود وقت نمیذارن. پس چطوری ممکن است اینا برگردن و هدایت پروردگارشون؟ امروز دسترسی به آیات و نشانه الله در جهان بسیار آسان است، بلکه آخوند دین رو بدنام کرده. بله، به آیات و نشانه الله در جهان بسیار و همینطور دعوتگران بسیار هستند، اما اینا خودشون طالب حق نیستند. خدا هدایتشون کنه. و در وجودشون انحراف بسیاری است. استاد با شما هم نظر هستم که با تمام گمراهی اینا شیاطین و آخوندها و امثالشان هستند، اما در اصل اینا دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن و حق رو به باطل فروختن و این تجارتشون رو سودی نخواهد کرد. و خیلی وقتا در شهر میچرخم، در فکر فرو میرم، وقتی میبینم اینا چقدر در گمراهی بزرگ و دوری فرو رفتن و دلم میسوزه، ناراحت و غمگین میشم، چون ما برادر دینی هم بودیم و از یک پدر و مادر، یعنی حضرت آدم و حوا علیه السلام، شیطان با ما چیکار کرد؟ چه برای بر سر برادران من آورد و از عذاب دنیا و آخرت براشون میترسم. خب این دیگه بالاخره در آخرت هر کسی قبر خودش میخوابه. استاد جان، آره خلخالی هستش و یکی از دوستان کرد برام همین کلیپ را فرستاد و لینک زیر مرتبط به همین کلیپ است. نه پیش این لینک پیش من نمیاد، نمیدونم چرا. آقای محمد همه میگن این کلیپ حقیقیه.
سلام دکتر، این کلیپ حقیقی است اما خلخالی نیست، بلکه یک پلیس رشوه‌گیر هست در هند با هم عجیب. یکی میگه پلیس کشمیر هنده، یکی میگه خلخالیه، یکی میگه شارانه، معلوم نیست چه خبره. بارها عرض کردم کلیپی که تحقیق نکردید نفرستید. اونی که فرستاده میگه که هست. شما حاضری در ایران زندگی کنید؟ ما رو نمیذارن. حاضری چیه؟ ما رو نمیذارن. والا من اصلا فکر نمی کردم که روزی من از یعنی بیام اروپا. آقای ابو محمد هدایت شده از اهواز، علیکم السلام الله. آیا کلیپ جسد صدام حسین که بعد از سالها جمع شده واقعیت دارد؟ نمیدونم، من در این مورد تخصصی ندارم. خدا پسرتون رو هدایت کنه و فرزندان ما و شما رو خداوند هدایت کنه. خانم ام اسما، اگر کسی ایستاده آب بخوره چه حکمی داره؟ مکروهه، بهتر اینه که نشسته باشه، اما اگر خورد گناه نکرده. مولانا متوکل. خب دوستان، من کم کم رفع زحمت کنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برای کانال دعا بکنید، خداوند در رحمتش را بگشاید. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان آذربایجان.